دوستان سلام، صبح بخیر. من گوکان هستم. الان اومدم کشوری آلمان. آیا میدانید ماشینی سنگین سوار میکنه چجوری استراحت میکنه؟ دو خصوص داره. یه هفته 25 ساعت استراحت میکنه، یه هفته 45 ساعت استراحت میکنه. چجوری؟ مثلا یه هفته که کار کردی، آخر هفته شده 25 ساعت اگه استراحت میکنه، هفته آخر جمعه نمیشه. یعنی یه روز بعد ظهر، شنبه بعد ظهر ماشین پارک میکنه و 25 ساعت استراحت میکنه. یه هفته میره راه کار میکنه. اون هفته که تموم شده، یعنی جمعه شده، آخر هفته اروپا جمعه شده، آخر هفته جمعه شب پارک میکنه ماشینی، 45 ساعت استراحت میکنه. ما اونا میگم که AETR یه نقطه اروپا که کار میکنه. AETR خیلی خصوصی موضوعی خیلی مهم ترینه. اون AETR که کنترل میکنه یه سیستم داره اسمش تاکوگراف. اون تاکوگراف که یه اینجا جهاز داره، این جهاز تاکوگراف اونجا می نویسه، یک کاغذ داره می نویسه اونجا. راه رفته که پلیس کنترل میکنه، اون تاکوگراف کاغذ در میاره، نگاه میکنه، کنترل میکنه و میگه که آقا مثلا این هفته استراحت کرده اما کم کرده، اینجوری جریمه میکنه. این خصوص خیلی موضوعی درینه، هم درینه هم مهم ترینه. اونا را نگاه میکنه، کنترل میکنه و بعد اگه کم استراحت کردی جریمه میکنه. این ویدیویی که ضبط کردم من خیلی خوشحال شدی. لطفاً فالو کنید و بفرستید به شماها، دوست شماها بفرستید لطفاً. خدا حافظ.